این مرد 44 ساله که 3 فرزند دارد با اهل اویله‌اش در عرفه تجاوز روسیه به خاک اوکراین به پراگ پایتخت چخیا کوچ بسته است. بر پایه قانون نوی سفربری به ارتش اوکراین او به مانند دیگر مردان سین خدمت عسکری باید در کمیساریات‌های حربی از نو نامش را ثبت کند. با فکرم هر فردی که در خارج است روی ارزش‌های اخلاقی پا گذاشته است. من هم نمیتوانم خود را مطمئن کنم که ارزش اخلاقی از هر چیز دیگر مهمتر است. در مقابل پیشرفت نیروهای تجاوزگر روسیه، ارتش اوکراین با کمبود جدی سرباز مواجه شده با قبول قانون نوی سفربری به ارتش یا خود موبیلیزاسیا تصمیم دارد شماره نظامیان را افزایش دهد. با آغاز تجاوز روسیه در سال 2022 اوکراین برای مردان سین خدمت عسکری سفر به خارج کشور را منع کرد. همصحبت رادیوی آزادی که نخست نامش آشکار شود میگوید وقتی از من میپرسند که چرا بر نمیگردی، من جواب ندارم. از نقطه نظر آنها شخصانی که در دوره جنگ از اوکراین بیرون شدند و یا مثل من پیش از تجاوز خاک کشور را ترک کردند ترسانچک به شمار میروند. به قول این مرد اوکراین وطنش است، اما اگر او به وطن برگردد بودوباش او و عائله‌اش در پراگ در هم و بر هم خواهد شد. او میگوید سعی دارد از خارج به وطن کمک رساند. در عین زمان حاضر نیست پسرش را که به همین زودی ها 19 ساله می شود به جنگ فرستد. طبق آمار حکومت چخ در این کشور نزدیک به 94,000 مرد اوکراینی سین خدمت عسکری پناهندگی موقتی کسب کردند. 2 سال پیش اثنای تجاوز روسیه دوید کالینیچنکو عائله‌اش را از روسیه به نزدش به شهر پراگ کوچاند. Всі ми чекаємо, коли закінчиться війна. ما منتظر ختم جنگ هستیم. من هم میخواهم به خانه برگردم، اما چیزی گرانتر از عائله وجود ندارد. عائله این وطن ماست، وطن خرد ما. من برای کفالت نیک و احوالی عائله‌ام هر کاری امکان پذیر را میکنم. Нічого. Сім'я – це є твоя країна. اوکراین تصمیم گرفته است تا ثبت نام دوباره خدمات کنسولی برای مردان مقیم کشورهای خارجی را منع کند. وزیر کارهای خارجی اوکراین دمیترو کولبا میگوید اقامت در خارج شخص را از اجرای وظیفه‌هایش در وطن آزاد نمی‌کند. اما کالینیچنکو در این باره فکر دیگر دارد. راستی اگر مهلت استفاده شناسنامه اوکراینی من خاتمه یابد، من شاید شناسنامه کشور دیگر را درخواست کنم. من هیچ ضرورت نمی بینم که به کشوری برگردم که به من نیاز ندارد. هر دو قهرمان این گزارش میگویند به اوکراین فقط بعد ختم جنگ برمیگردند. حکومت چخ میگوید پشتیبانی از پناهندگان اوکراینی را قطع نخواهد کرد، ولی شهروندان این کشور باید عهده‌داری‌هایشان را در نزد کشورشان اجرا کنند. حکومت اوکراین اصرار می‌ورزد که صرف نظر از کمبود مردان و زنان سین خدمت عسکری از متفقانش طلب نکرده است که اوکراینی‌های سین خدمت عسکری را به وطنشان برگردانند.